از صدمه نقلیاتی با شرکت کاپیتان سید مومن اسلامов یک مفتش صدمه‌های نقلیاتی شعبه کارهای داخلی کلوب 15 روز سپری می شود، اما تا حال مقامات تفتیشاتی به این حادثه بهای حقوقی نداده، از جمله نسبت این کارمند ملیسا پرونده باز نشده است. مرگ فردوس حلیمов ساکن 15 ساله کلوب زیر چرخ ماشین مفتش شب 12 به 13 فوریه در نوارهای ویدیو ثبت شده باعث سر و صدای زیاد در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی گردید. کودکی که بعد درس مکتب پیروژنی فروشی میکرد بر اثر جراحت سنگین این صدمه در بیمارستان جان داد. سوالی که در ذهن بسیاری ها میچرخد این است که چرا با گذشت بیش از 2 هفته از این فاجعه مقامات تفتیشاتی نسبت حادثه چاره‌جویی نکردند. با این سوال رادیو آزادی روز 28 فوریه در دادستانی شهر کلوب گفتند که با سبب انجام نشدن تحقیق پیشکی هنوز تصمیم باز کردن پرونده جنایی نسبت کاپیتان سید مومن اسلامov گرفته نشده است، چون این تصمیم را نتیجه سنجش پیشکی نشان می‌دهد. یک کارمند مسئول دادستانی شهر کلوب گفت تشخیص ماشین ها در شهر بختر انجام می شود. تا خلاصه این تشخیص نهایت هیچ کار کرده نمی شود. برای همین ما انتظاریم که خلاصه تشخیص ماشین کی می رسد. این کار تا 1 ماه طول می کشد. خود کاپیتان سید مومن اسلامov میگوید که فعلا در شرح این موضوع خودداری میکند. تلاش ما برای شنیدن نظر او روز 28 فوریه هم به نتیجه انجامید، ولی چند روز قبل خود اسلامov در یک صحبت سر راهی با خبرنگار رادیو آزادی در کلوب گفت که بعد انجام تحقیق این حادثه با ژورنالیستان صحبت خواهد کرد. حالا این مفتش شعبه کارهای داخلی شهر کلوب بعد حادثه مرگبار موقتا از کار سبکدو شده است. این در حالی است که با گذشت وقت در میان ساکنان کلوب سر و صدای هم به گوش میرسد که مسئله در انتخابی بودن مجازات و تطبیق معیارهای قانون است. چندین هم صحبت رادیو آزادی گفتند که اگر در این حادثه یک آدم کم بضاعت یا بی‌تقا دست می‌داشت کیها نسبتش پرونده باز شده حتما بازداشتش می‌کردند، ولی از بس که گمانبر خود یک مقام ملیسا است مقامات در دادستانی استحاله می‌کنند. این بار اول نیست که مسئولیت افراد برای قانونشکنی در راه مورد توجه جامعه قرار می‌گیرد. در چند سال گذشته قضیه‌های پرسر و صدای زیادی صدمه‌های مرگبار در جده‌های دوشنبه هم در مطبوعات مستقل و شبکه‌های اجتماعی بررسی و انتقاد شده است. اکثر مطبوعات مستقل از آب خشک برآمدن عاملان صدمه‌های پرفاجعه را فعالانه بررسی می‌کنند. یک نمونه برجسته چنین صدمه شام 9 اکتبر سال 2013 با اشتراک رسول امان‌الله 16 ساله پسر امان‌الله حکومov رئیس وقت شرکت دولتی روی آهن تاجیکستان رخ داد که با مرگ 3 نفر انجامید. هلاکت 2 نفر در نتیجه صدمه 10 سپتامبر سال 2016 با شرکت فراموش سعیدوف پسر دولت علی سعید معاون اول نخست وزیر تاجیکستان و قتل سعدی ستارف 25 ساله شب 28 اپریل سال 2016 در طرفخانه شهر سبز دوشنبه می‌باشند. اکثر این حادثه ها با پرداخت جریمه پولی و مجازات سبک مأموری انجامیده است.